اشتباه شما وارد شدید. من میدونم که خیلی از شما خاطره خوشی از سرمایه گذاری ندارید. اونایی که اواخر پارسال یا اوایل امسال روی طلا سرمایه گذاری کردن الان کلی تو ضررن. اونایی که تو بورس سرمایه گذاری کردن، مخصوصا اونهایی که از سال 99 وارد بورس شدن، توی ضرر هستن. این دلیل نمیشه که بورس جای بدی برای سرمایه گذاری هست. هیچ چیز بدی وجود نداره. مهم اینه که شما مسیر درست رو انتخاب بکنید و بدونید که کجا سرمایه گذاری کنید و کی سرمایه گذاری کنید و کی خارج بشید. تو سال 99 واقعا دیدم که دوستان، آشنایان و اطرافیان وارد بورس شدن، علیرغم اینکه ما هشدار میدادیم و کلی متضرر شدن. همیشه دنبال این بودم که یه راهکاری پیدا کنم که بتونم افراد رو آگاه کنیم که بتونن راحت‌تر سرمایه گذاری داشته باشن. به خاطر همین ما خودمون اومدیم و یک نرم افزاری ایجاد کردیم به نام دستیار هوشمند سرمایه گذاری یکتا پلاس. شما میتونی با استفاده از این دستیار هوشمند راحت و آسون سهام دلخواهت رو انتخاب کنی، سهام ارزنده تو هر گروه. میتونی سبد اختصاصی ویژه خودت داشته باشی. میتونی نقطه‌های بین ورود و خروج رو با یه نگاه بلند مدت تشخیص بدی و بتونی از پولت حداکثر استفاده رو ببری. یکتا پلاس بهت ماهی نمیده، بهت ماهیگیری رو یاد میده. میتونی مستقل انتخاب کنی و برای همیشه در یک فضای با آرامش سرمایه گذاری کنی و سود خوب ببری. من حمید رفیعی، دکترای اقتصاد مالی، به همراه تیم یکتا پلاس در کنار شما هستیم. ممنون از اینکه ما رو لایک میکنید و برای عزیزانتون ارسال میکنید.